حالا این مادها کیا بودن؟ این مادها همین کردان، همین کردها هستن. مادها در جنگ هایی که کردن بالاخره دست سازماندهی به خودشون دادن. اولین سلسله پادشاهی در ایران رو مادها تشکیل دادن. نخستین پادشاه ایران حتی قبل از کوروش بزرگ از طرف مادها تشکیل شد به نام دیاکو یا دیاکو. این پادشاه با رأی مردم انتخاب شد، سازمانده بود، سازماندهی کرد، توانست قدرت ایجاد کنه که جلو بابلی ها بیسته. بعد از اون فراورتی پسرش اومد، مدتی او پادشاهی کرد. بعد از اون هوخشتره اومد. بعد از اون استیاک یا اژدهاک اومد که بعضیا میگن این همون ضحاک، بعضیا میگن نه ما اون کاری نداره. اینا ماد بودن. جنوب غربی یعنی مرکز ایران که پارسا اومدن، یک تیره بزرگی به نام هخامنش‌ها زندگی میکرد. این هخامنش‌ها بزرگ تیره پارس بودن. آستیاک یه دختر داشت به نام ماندانا. ماد بود دیگه، پادشاه ماد بود، دخترش هم ماد بود، کرد بود. من وقتی میگم ماد یعنی کردها، اینا همه کرد بودن. شب آستیاک خواب میبینه یا اژدهاک خواب میبینه که از شکم دخترش یک درختی سبز شده که این درخت شاخ و برگ داد، تمام منطقه رو گرفت. صبح خوابگزارا رو میخواد، میپرسه که این خواب رو من دیدم از چه چی؟ میگن از شکم دختر شما، نوه شما، پسری به دنیا میاد که تمام منطقه رو زیر نفوذش میگیره. 2-3 روز بعد بزرگی از خاندان هخامنش به نام کامبوزیا میاد به ماد، از ماندانا خواستگاری میکنه. فکر اون خوابی که آستیاک دیده بود باعث میشه که با توجه به نظر خوابگزاران موافقت کنه با این ازدواج و ماندانا همسر کامبوزیا میشه. از این دختر کرد و این پسر هخامنش فرزندی به وجود میاد. اصلا اسم کوروش کردیه. کوروش رو اسمش میذاره کورا اوشا. کورا به زبان کردی یعنی پسر، فرزند پسر. کورا اوشا که بعداً به تدریج گفته میشه کوروش ساخته میشه ازش. و من تا زمانی که دانشکده میرفتم هر جا گشتم، تو هر فرهنگ نامه‌ای، تو هر لغت نامه‌ای، تو هر جایی نتونستم بفهمم کوروش یعنی چی. تا اینکه در زمانی که عضو فرهنگستان شدم از دوستان اونجا از جمله آقای احمد مرادی یا مراد که کرد بود ازش خواستم آقا بی کمک کنیم ببینیم کوروش یعنی چی. بالاخره گشتی پیدا کرد که کوروش کورا اوشا بود، کردی و اوستایی، یعنی پسر متین، پسر آراسته، پسر مرتب، پسر بهشتی. آشا یا اوشا یعنی بهشتی. حالا دیگر تاریخ داریم. این کوروش دورگه کرد و هخامنش بعد میاد پیش پدرش. بعد چون پدر بزرگش آستیاک باش خوب نبوده، به هر حال نبردی بین اینا در میگیره. آستیاک میخواسته به کوروش حمله کنه چون نوش شده بوده، حالا خودش اختیاردار شده بوده. این است که جنگی که بر اینا رخ میده، سرداران